که بخوایم این حد رو حل کنیم گفتیم به جای x 2 بذاریم 2 تا 4 4 3 تا 12 این 12 اینم 10 منهای 2 8 منهای 6 منهای 2 بله میشه 0 0 که میشه مبهم. عامل صفر کنندمون x منهای 2 حواسمون به این باشه. حالا میایم هورنر میزنیم. اینجا چند رو میذارم؟ 2 چون x رفته به سمت 2 اینجا 2 رو میذارم. من میخوام صورتم و هورنر برم. x2 x عدد پشت x2 3 بعدی منهای 5 بعدی منهای 2 اولی که خودشه 3 دوتا میشه 6 منهای 5 1 2 تا 2 منهای 2 0 یه لیمیت میذارم یه عامل صفر کننده رو میذارم بعد اینجا هم که به صورت اوریپی میرم میشه 3x به علاوه 1. حالا میرم سراغ مخرج رو هورنر بزنم 2 مرتبه x2 x عدد پشت x2 2 منفی 3 منهای 2 اولی که خودش 2 تا 4 منهای 3 میشه 1 2 تا 2 منهای 2 0 شد. بچه اینجا باید حتما 0 بشه که خیالمون راحت بشه. حالا اینجوری میشه اوریبی بریم یا عامل صفر کننده می نویسیم میشه 2x به علاوه 1 x منهای 2 با x منهای 2 میره. حالا به جای x 2 میذاریم 3 2 تا 6 به علاوه 1 7 2 تا 4 به علاوه 1 5 بله 7 پنجم درسته.